حرومزاده های بیناموس، مامای مادر فاحشه مادر قهوه، تو اگه آدم بودی که با فیلتر نمیمدی لایو بذاری و حرف بزنی. بیناموس مادر فاحشه، حرومزاده های نجات پرست. شما غیرت دارین؟ شما شد بیا یه بار هشتگ پشتگ بزنین بگی عراقی ها را راه ندین؟ مردم افغانستان چیکار با شما کردن؟ غیر از اینکه ایرانتون آباد کردن، اونم با دستمزد کم. حرومزاده های بیناموس، این ویدیو با دوستان عزیز ببینین که برای همیشه این مادر فاحشه های نجات پرست ایرانی دهن کثیفشون رو برای همیشه تو این تیک تاک ببندن و دم از ناموس و وطن و غیرت این چیزها رو دیگه نزنن. ببینیم با هم دیگه. ولی قبلش این شعر رو تقدیم بکنم به این نجات پرستا، به خصوص این مامای مادر قهوه فاحشه زاده.